بچه چطور امین پی هستم. آقا به ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم این آقای پوریای ان میخوایم بریم لباس براش بخریم. گیر داده میخوایم کجا؟ شهر کجا بود؟ مصر بودم چی؟ میخوایم بریم شهرهای اونجا خود لباس بخریم. ما هم شاید بخریم تاسکاوه. ما همراه باشید. خلاصه دیگه گوشه گوشش هم میگیریم. شاید ما هم یه لباس بپوشیم. حالا یه دراز بکش. آره با دیگه ما دراز کشیدیم. یه ولاگ روزمره هستم براتون بگیریم. دیگه با ما همراه باشید. نمیگیرنه. دوباره تو رستوران سپاه داریم غذا می‌خوریم. خلاصه با ما همراه باشید. بریم برگردیم. همچنان در راه خرید برای لباس برای این احمق مثل آم خمینی الان این از دوربین فرار میه. این دوربین نشون بده. دست دوربین نشون بده. اونم تو رو نشون داد. سرت. ما چند تا ایستگاه دیگه داریم؟ زیاد. یه راست الان نباید عوض کنیم. نه دیگه مستقیم میریم شهر ایران امام خمینی. برسیم اونجا لباسا هم نشونتون میدم. بریم برگردیم. ما رسیدیم اینجا. گفتیم دنبال این انتر. نمیدونم این ویدیو رو کی میبینید ولی امروز سه‌شنبه است. اون سه‌شنبه که تعطیله ما اومدیم اینجا اصلا نیست. خلوت، مغازه‌ها تعطیل. نه به خدا یه دونه یه بار من اومدم اینجا یه دونه بالاش یه دونه چیز هستش بالا این ساختمونه پله برقی میخوره بالاش این لباس فروشی خیلی خوبه. اینقدر عاطفه اینجا هست. عاطفه زیاده اینجا. این لباساش اون خوب بود ولی اونقدر هم ارزون نبود. انتر برشکا گرونتر بود. برشکا تخمی. دارم ویدیو میگیرم. همون برشکا خیلی جنسات بده. گرون هم هست. الان یه دفعه به شکایت میبرم. اکیلا تو امیر برشکا حرفش گوش نکنید خیلی بی‌ادبه. بریم که حالا رسیدیم اون بالا هم اونهاش. گالری منفیس. شهر بازی هم داره. اون بالاش اینقدر است با بازی. شهر بازی هم داره. شهر. ببین چقدر از بازی داره؟ اینقدر. چقدر؟ اینقدر است. آقا بریم برگردیم بالا هم نشونتون میدم. اگه گذاشتن فیلم برداری کنیم بالا. میذارن؟ نه. حالا یواشکی میگیریم براتون. فعلا خداحافظ. رسیدیم اینجا. یه لخت پوری رو نبینید. یه وانتوار این آقا لباس آورده اینجا داره فروغ میکنه. یه دونه کفش هم خریده تا الان. یه تاها لختش نشون نمیدم. هنوز در حال لباس خریدن برای پوری دیگه کم کم داره شب میشه. انقدر شلوغ بود اینجا اومدیم الان دیگه خلوت شده. منم یه دونه شلوار و فعلا برداشتم. بگ و یه دونه تیشرت و احتمال یه دونه هودی هم بردارم. نشونتون میدم چیا برداشتم. خریدم که قیمتاشو نشونتون میدم. آدرسش هم میذارم اینجا. بچه‌ها قیمتای خیلی خوبی داره. حتما بیایید. ببین داره چیکار داره می‌کنین؟ لوات. ببینید. نه بیاد. آقا ما اومدم اینجا این خر نفر که خوش بده ببینش به خاطر یه دونه دورز گوشی منو گرفته نمیده. آقا این شد فاکتور ما. یه دونه دورز و یه دونه شلوار و این دورزه رو من گوشیشو میگیرم. سیم کارتم هم تو این گوشیه. به هیچ کس هم در مورد سیم کارت گوشیشو انداخته رو گوشی من که بگن اون دورز رو از من بگیره. ندادم بهش دورز رو. نمیدم. گوشیو باخت دادم ولی دورز رو ندادم. خلاصه این شد خریدای ما. این شد خریدای پولی. خرید من شد چقدر؟ 700 خورده یا 800 خورده ای. خرید تو شد چقدر؟ 1 خورده. 1.90 خورده ای. خرید پولی هم که میشه 2 خورده ای تقریبا. 3 تا قلم. خوب در اومده ولی. خوب در اومد ولی این کفشا الان پوریا ببینه عینا میخواد بخره. الان دوباره یعنی نزدیک 4 ساعت واقعا این تو علافیم. بریم این ور یه چیز بخوریم اون ور سرویس پیدا شد. ما داریم سرویس هم بریم
یه قیمت این کفش هم بهتون بگم چقدر که؟ چقدر؟ یکو چند گفتی؟ یکی 190 داداش. 190. 6 ماه زمانت زیر روی همه چی. مفت خدا یک سال نه البته مفتم نیست ولی خب قشنگه خب دو تومن میگی اون می‌خری. چقدر ارز خوردی خدا وکیلی چقدر من که الان گوشی رو بعد ویدیو ازت میگیرم. آره همین الان هم میتونیم عوضش کنیم. نگاه به گنده گوزی ها این نکنید آقا خدا وکیلی این امیرال شکایت میکنم. آره الان میرم رجیستر وایس. میدونم خیلی ممنون تا اینجا ویدیو نگاه کردید آدرس اینجا خب تو شهر ری میتونید پیاده شید و دیگه منفیس همه میشناسن اینجا آدرس بگیرید گالری منفیس و اینکه عاشقتونم اگر مثلا میشه ایده چیزی تو ذهنتون هست ما بگید تا براتون بگید عاشقتونم تا ویدیو دیگه بدون